مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم میگه که منم داشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده اسپانسر مرموز و مشکوک باشگاه استقلال رو که یک فروشگاه موبایل هستش که حسابی این روزها در فضای مجازی جنجال به پا کرده. امروز راجع به پشت پرده های امضای این قرارداد با شما صحبت خواهیم کرد که مبلغش چی بوده، چجوری تونسته با این باشگاه قرارداد امضا بکنه و حسابی هم حرف و حدیث در خصوص این فروشگاه موبایل زیاد هستش. میدونید که در همه جای دنیا تیم ها برای اینکه بخوان خرج و مخارج خودشون رو پرداخت بکنن اسپانسر میگیرن، اسپانسرهایی با مبلغ‌های متفاوت و البته نجومی. توی ایران هم باشگاه فوتبال مستثنا از این قضیه نیستن. باشگاهی مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتورسازی، فولاد و سایر باشگاه ایران که عملاً 90% باشگاه داخل ایران دولتی هستن و بودجه این باشگاه‌ها رو دولت تعیین میکنه. تلفن‌های همراه یا اپراتورهای تلفن همراه داخل ایران اسپانسرهای اصلی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تو طول این چند سال گذشته بودن. حالا به ناگاه یک موبایل فروشی شخصی به اسم موسوی از آمل میاد و اسپانسر قراردادی رو در پشت پیراهن باشگاه استقلال امضا میکنه که این قضیه حرف و حدیث ها و حاشیه های زیادی رو ایجاد کرده. قبل از اینکه به این موضوع این قرارداده بپردازیم، میخوام به شما چند تا از باشگاه‌های بزرگ دنیا رو نشون بدم که این باشگاه‌ها چه اسپانسرهایی دارن و مقایسهشون بکنید با باشگاه داخل ایران که میرن چه قراردادهایی رو امضا میکنن. مثلا باشگاه بایر مونیخ، تمام این تصاویری که دارم بهتون نشون میدم سایت رسمی خود این باشگاه هستش. باشگاه بایر مونیخ اسپانسر اصلیش شرکت تلکام هستش که یکی از بزرگترین شرکت‌های اپراتور تلفن و حالا اصلا تلفن همراه چیزی تو هم مایه ایرانسل همراه اول توی شهر مونیخ اصطلاح خودشون منشن. اما وقتی میریم پایین‌تر اسپانسرهای دیگه مثل آودی، نمیدونم خود تلکام، یه بیمه، حتی یه سایت اصطلاحاً شرط بندی هم میبینیم که از اسپانسرهای اصلی این تیم بزرگ هستش که پر افتخارترین تیم باشگاهی در کشور آلمان هستش. وقتی به سری به باشگاه بارسلونا میزنیم، باز هم باشگاه بارسلونا میبینیم که یکی از اسپانسرهای اصلیش اسپاتیفای هستش، یعنی یک پلتفرم که خیلی معروف هست توی دنیا و خیلیاتون قطعا میشناسیدش، پلتفرم پخش موزیک. و وقتی میریم پایینتر میبینیم که اسپانسر دیگه هم داره، حالا یه دونه تلویزیون خصوصی دارن به همراه نایک که اسپانسرهای اصلی این باشگاه و البته محصولات دیگه هم میفروشن توی سایتشون. جدیدن اومدن و قطعات مختلفی از ورزشگاه اختصاصی خودشون رو از صندلی ها تا اصطلاحاً قطعات مختلف چمن رو گذاشتن و توی سایتشون میفروشن و کسب درآمد میکنن. تیم بزرگی مثل منچستر یونایتد هم همینطور که یکی از اسپانسرهای اصلی شرکت، حالا میگم شرکت، این حالا شرکت هم باید باشه دیگه طبیعتاً، منچستر یونایتد تیم ویور شرکت نرم افزاری خیلی معروف، شورلت هست و آدیداس رو ما اینجا میبینیم که اسپانسر این تیم فوتبال. حالا من معروفاشو دارم، همه اینا دی اچ ال و چیزهای مختلف هم هست. حالا اون معروفاش رو اینجا بهتون گفتم. از اون طرف باشگاه رئال مادرید که اسپانسر اصلی این تیم شرکت بی ام و یا به قول بعضیا بی ام دبلیو هستش که حتی به بازیکن‌های آقا و خانم تیمش هم اومده بود یک دستگاه خودرو مورد علاقه بی ام و رو داده بوده و تمام این خودروهاشون خودروهای برقیه و البته هواپیمایی امارات هم که دیگه از اسپانسرهای این تیم هستش. ما وقتی که اینها رو مقایسه میکنیم اسپانسرهاشون رو با اسپانسرهای باشگاه استقلال پرسپولیس میتونیم به یه نتیجه برسیم. حالا به این قراردادم میپردازیم.
یا این باشگاه خیلی درب و داغون و چیپن که رفتن یه فروشگاه موبایل رو کردن اسپانسر خودشون، یا این موبایلی احتمالاً خوب پول در میاره و تونسته ساپورتشون بکنه. اما قرارداد این برای اولین بار هم هستش دیگه، فروشگاه موبایل برمی‌داره میشه اسپانسر. قراردادی که اینا امضا کرده بودن 70 میلیارد تومان بوده. این موبایل موسوی قراردادی که امضا کرده 70 میلیارد تومان با باشگاه استقلال. و از اون طرف اگر باشگاه استقلال بتونه دربی رو ببره، به هر کدوم از بازیکن‌های باشگاه استقلال قرار شده که 5 تا آیفون 13 پرو مکس بدن. یعنی حالا تو ایران چون 13 ریجستر میشه، این هم جزء بنده قراردادشون. باز خب حالا این موبایل فروشی اگه مثلا یه زغال فروشی بود احتمالاً با فروش مقال غیر اینا میداد. البته چند سال پیش هم یه دونه زغال فروشی اسپانسر باشگاه پرسپولیس استقلال شده بود و شاهین فلا شوهر اول آناشید حسینی یه دونه کمپانی زغال فروشی داشت و اسپانسر هم شده بود. حالا اون موقع احتمالاً زغال داده بود به این دوتا باشگاه. حالا اینم عکساشون هستش. و از اون طرف برای اینکه بتونه اسپانسر باشگاه استقلال بشه 50 میلیارد تومان به یه سری از این افراد زیر میزی داده تا بتونه بیاد اسپانسر باشگاه استقلال بشه. یعنی ببینید چه پولایی این وسط رد و بدل میشه. و از اون طرف یعنی این استقلالی هم دنبال خر مفت میگردن. 70,000 یورو پول یامگا رو پرداخت کرده بوده این اسپانسر، به همراه 6 میلیارد تومان دستمزد رو داده بوده به مهرداد محمدی که بتونه برای باشگاه استقلال بازی بکنه. این وقتی اینا رو میبینید و مقایسه میکنید یعنی به وضعیت فاجعه بار فوتبال ایران میرسید. تیم هایی که به بحران های شدید مالی میخورن، البته بحران هایی که خودشون برای خودشون ایجاد میکنن به واسطه دلال هایی که دارن، به بحران های شدید مالی میخورن و برای اینکه بخوان این هزینه ها رو پرداخت بکنن دست به گریبان و دست به یقه شرکت های مختلف و کمپانی های مختلف میشن که بهشون پول تبلیغات بدن. از اون طرف من صدا سیما رو هم باید بگم دیگه. صدا سیما وقتی حق پخش رو به باشگاه ها پرداخت نمیکنه، حالا استقلال، پرسپولیس، سپاهان، من خودم که فولادی هم مثلا شعبم به این دوتا تیم نمیخوره، وقتی که حق پخش رو به اونا نمیده، تبلیغات دور زمین رو برمیداره برای خودش، تبلیغات تلویزیونی قبل، وسط و بعد از مسابقات فوتبال رو، یا اصطلاحاً اتاق کنفرانس، اون تبلیغاتی که اون بک‌گراندش هست رو پولش رو به باشگاه نمیده، اونا دست به گریبان فروشگاه‌های موبایل و نمیدونم جاهای مختلف میشن که اونا بتونن بیان بهشون یه پولی بدن 70 میلیارد 80 میلیارد تومان و این هزینه ها رو پرداخت بکنن. شخصی به اسم مهدی موسوی که خودش هم استقلالی، سری به پیج اینستاگرامش هم بزنید میبینید که بازیکن‌های مختلف باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بازخواهی میکنم توی این پیج هستن و با سلبریتی هم همینطور هر کدوم یکی موبایل هم میگیرن و این هم لحظه اون قرارداد عجیب و غریب و مرموز. چرا مرموز؟ به خاطر اینکه اومدن و این رشوه ها رو در پشت پرده دادن که بتونن یه قرارداد 70 میلیاردی به عنوان اسپانسر امضا بکنن. در هر صورت حتما ما بررسی هم میکنیم قراردادهای بازیکن‌های فوتبال رو و اینکه چه نوع قراردادایی بستن، اونا هم پشت پرده‌های عجیب و غریبی داره که به زودی حتما به شما خواهیم گفت. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.